صبح بخیر. تو در اینجا چیکار میکنی؟ خدایا توبه کردم. یعنی تو حد امکان از اتاقت بیرون نمیبروی، حتی از جای خوابت، مادامی که بیمار هستی. آخر بسیار گرسنه موندم. خدایا توبه کردم، گویا که در یگان مهمانخانه 5 ستاره دار باشی. صبر کن، من برای تو خوراک آماده میکنم. میخوری، در گرد و اطراف نمایان نشو. به شما کمک کنم. نمیخوام. در پیش من چرخ نزن. در این خانه تنها فریده حق دارد که چرخ زند. روز بخیر. روز بخیر. فریده، با تو درباره پینار صحبت کردن میخواهم. دخترم رو به خانه‌تان قبول کردید، او رو صاحبی کردید. تشکر. تو چه خیرزان هستی؟ باز شرم نداشته تشکر میگویی؟ میدونم که در خانه شما بودنی پینار برای تو بسیار مشکل است فریده. این روزها از سر من گذشته است. من تو رو میفهمم فریده. میخواهم که یک چند چیز رو بدونی فریده، اما در اینجا نمیشود. در یگان جا نشسته صحبت کنیم میلش؟ باز در فکر یگان حیله نیرنگ هستی همی خیر؟ نه، اول گوش کن. گوش نکرده قرار نده. چای ریزم شرف؟ یا پروردگار، من خودم میریزم. با من هم چای ریز. نگفتم که رفته استراحت کن، خودت را مونده نکن. خانم نباید اجازه دهید به شما کمک کنم. نمیخوام که شما رو تشویش دهم. به وضع خوبیتون میخوام جواب گردونم. برای من در خونه‌تون رو گشودید، مگر یک چای دادن مشکل است؟ دخترم، از تو کسی چیزی نمیخواهم. در پیش چشم من بسیار نمایان نشو. بس کن خانم. نمیخواستم که کار به این درجه اومده رسد، لیکن تقدیر ما رو به این احوال آورده رسون. گوش کن، همین که قرضهایم رو پرداخت کنم وعده میدهم که پینار رو با خود میگیرم. باور کن وقت زیاد رو نمیگیرم. سوزش جگرت رو میفهمم. شوهرت به بالای تو باز یک زنی دیگر آورده است. کدام زن به این روزی می شود؟ شرف به بالای من زن نآورده است. به او دلش سوخته به خونه آورده است. در کوچه نماند گفته است. غضبی نشو دخترم، در آمدی گپ گفتم. من رفتن میخواهم. خیر میلش، خودت میدونی. تو رو به جایی در کاریت ببرم؟ نمیخواهم، خودم میروم. و تو چی شد؟ نه کمی سرم چرخ. اشارت پس شده است. و ماشین سوار شو. باز در راه نفتی. زودتر.
падар, ман ба ниҳолхона меравам. агар ягон гап шавад ба ман занг занед. медаам дард дорад. дорӯи меъда дард доред? дорӯи ман дар хона мондааст. дар хонаи мо ин гуна дору чӣ мекобад? شرف از داروخانه خریده بیار. تو با رازگی خودت از زیر پای من گم نشوی، من گم کردنی تو رو میدونم. تشکر. خدا از همه شما راضی باشد. شما بسیار انسان‌های خوب بودید. اگر یگام اویلای دیگر میشد به خونه‌شان رو هم نمیدادند. مرا گوش کن. من انسان رو از چشمهایش میشناسم. این دختر هیله‌ی نیرنگ باز است. آقای خیردین باز از پشتی او شده به سرمون یگان بلا نآید. این را گفتمانم. گویا که درد خودم کمی میکرده باشد. باز این آفت زن به سرم آمد. خدا کند که مادرش زودتر پیدا شود. این انگشترین فریده نیست. چرا از انگشتش را برآورده باشد؟ بیهوده داد نزن. غیر از پرنده ها در اینجا دیگر یگان کس صدای تو را نمیشنود. چرا مرا به اینجا آوردی؟ چی کار میکنی مرا سر ده روم؟ آخر حاضرکک اومدیم. این قدر سروسیمه نشو. اول مسئله رو حل کنیم. چرا آجم نمیوید؟ من گرسنه شدم. به خونه رفتم میخواهم. حاضر میآیم. صبر کن. آجم یگان حادثه رخ نداده باشد. اگر دیگر نآیم چی؟ اینقدر دیر شد تا حال نآمد. این دختر کجا شده باشد؟ چه شد خانم؟ باز خود با خود چی ها میگویی؟ فریده رو میگویم. سر همراهی کودکا بر اومده بود، دیگر برنگشته است. نگران شدم. آقای خیردین، دلم سیاهی آورده ایستاده است. بس کن خانم، تو امروز بسیار عصبی شدی. آخر فریده با کجا میرود؟ به سر کودکا رفته است. اکنون نویس. محترم مادر. نمی نویسم.
نویس گفتم. نباشه تو رو کشته در اینجا میپرتایم. فرزندهایت باشد یتیم میمانند. نویس زودتر. نویس. نویس. مکتوب به خانواده. برای هر یک انسان نوشتن این مکتوب دشوار است. درباره آینده عائله‌ام و کودکانم زیاد اندیشه کردم. یاسین؟ آمینا؟ شما تا حال در اینجا انتظاری پدر و مادرتان هستید؟ بله معلمه، حالا هم اومدن. من خنک میخورم. چرا به من بر وقتتر نگفتید؟ در خونه که نیستید، کنی به درون درآیید، به خانه‌تان زنگ زنیم. الو، خانه شرف فیگیل؟ من رهبری صنف آمینا و یاسین میباشم. نگران نباشید، یگان حادثه نشده است. خوب هستند. یگان که از آنها را نگرفته است. تا حال در اینجا منتظر میباشند. مایلش خواطر نشوید، من همراه آنها میستم. مایلش سلامت باشید. من به شما گفته بودم آقای خیردین چی گپ شده است؟ کی زنگ زد؟ چی گپ شد؟ گپ زن. فریده به سر کودکان رفته است. کودک‌ها تا حال در مکتبند. با امیر زنگ زن، به شرف زنگ زن. کدامی از آنها نزدیکتر باشند رفته کودک‌ها را میگیرند. تلفنی شرف مشغول. با امیر زنگ زن. تلفنی او باشه جواب نمیدهد. خاموش است. در وقت لازمه جواب نمیدهند. زنگ میرود. کی؟ شرف؟ یاسومن. امیر همراه تو نیست؟ من او رو نیافتم. نیست. گفتنی بودم که کودک رو از مکتب گیرد. خیر میلش. من شرف رو میابم. من رفته آنها رو میگیرم خانم. انا شرف. شکر خدا که تو را یافت کردم پسرم از مکتب زنگ زدن. فریده به سری یاسین و آمینه نرفته بوده است. کودک‌ها در مکتب منتظر هستند. در حال رفته آنها رو گیر. میلش. هرچند قرار دادم که نگویم اما برای گفتن مجبورم. خدایش چی گپ زن. آقای خیردین، انگشترین فریده رو از نزدیک دستشویی یافتم. برآورده با اونجا مونده بوده است. آقای خیردین باز این دختر یگان دیوانگی رو به سر نآورد. چی گپ آخر؟ آقای خیردین باز این دختر خانه رو ترک نکرده باشه. خواهش میکنم مرا سرده روم. کودکانم در مکتب مرا انتظارند. آنها خواطر میشوند. میفهمی؟ اینش مشکلات خودت به من دخل ندارد. حالا باشد من میروم. مرا در اینجا تنها گذاشته نرم. خدایا. جانکی من میآید. غمگین مشه. نمیآیند. بهوده انتظار میشوید. یاسین آرام باش. دادم و چم رو بسیار غم دادن. اخیر ما رو ترک کردن.
این خیلیش پسرم مادرتان شما را ترک کرده به یگان جای نمیره. آخی رفتن نمیبینه. یاسین جون شیرینه غمگین باشه. من جمع رو میخوام. میآید گیرم. به فکرم کی اومد. این توی پسرم. چی شد؟ غمگین می نمایید؟ چی واقع روی داد؟ فریده از سحر رفته است. تا حال برنگشته است پسرم. خدایا با کجا رفته باشند؟ خدایا مرا از این بلا خلاص کن. کلینم رو صحت و سلامت به خانه‌اش با برگردان. مادرشان زنگ زده پرسیدید؟ شاید او در کجا بودنشان رو دانند. من پرسیدم او هم بیخبر بوده است. اگر خبردار می بود در حیرت می مونده. دادا نگاه کنید. کسی مکتوب مونده است. کی روان کرده باشه؟ شاید فریده؟ آخر شما مرا میکشید. پسرم با آوازی بلند خواند. تو این که شنوی چی بود است؟ کی روان کرده است؟ کس چطور سر کردنی چگونه خواندن این مکتوب را نمیداند. زبانم لال شده، دستایم میلرزد. التجا میکنم مرا خطا نفهمید. یک شب هم باشد نمیخواهم که با این زن در یک خانه زندگی کنم. طاقت کرده نمیتوانم. در انتخابی بین من و پینار قرار دادم که کاری شما را مشکل نسازم. شرف از تو جدا می شوم. همین که زندگی هم خوبتر شد آمده آمینه و یاسین رو میبرم. مادر، پدر، خدمت شما را کرده نتوانستم. مرا همچون فرزندی خودتان دانستید. حالا باشد از شما عذر میخواهم. امینم که فرزندهایم را چون گوهرک چشم نگاه و بین میکنید. التجا میکنم مرا هم فهمید. آخر سخنم به پینار گفتنیم. تو را از شوهر و خانه‌ام دور ساختنی شدم اما کامیاب نشدم. من دست میکشم و صحنه را با تو میسپارم. تو غالب شدی. غالب شدی. فریده. خدایا از عقل بگونه می شود. این چی بلای بد بودی که به سرمون آمد. در این خانه نه مهر مانده است و نه محبت. به خواستش می آید و به خواستش می رود. من گفته بودم که اوچا ما رو تنها پرتفته رفته است. دیگر نمی آید اوچا. یاسین خاموش شو. در حال خلاصه نبرار. اول همه طرفا باید فکر کنیم. پدر باز کجایش را فکر کنم؟ نوشته هاش را نخوندیم اگر دیگر در این خانه نمی ایستم گفته است. نمی ایستاده است. از خانه ما خوبترش را می اوبد مگر پوشیمان شده باز بر می گردد. می بینید بیبی دیگر رو جا بر نمی گردد. ما رو تا کرده رفتم. می آید دخترکم می آید. مجبور شود می آید. چه خیل دلش شد که این کارو کرد؟ کودک رو مونده با کجا رفت؟ در کجا نوشته شده است که مادر فرزندش را ترک کند؟ همش از پشت شما شد. اوچا برای همین ما رو پرتفته رفتند.
گناهکار اساسی توی چرا به خونه ما اومدی؟ اوچه هم تو رو دوست نمیدارد. اگر تو نمیومدی اوچه هم نمیرفتم. چرا تو به این خونه اومدی؟ تو چیکار میکنی یاسین؟ این زن نبود. این زن از خونه ما رود. تو چیکار میکنی؟ رو رو به حال خودش گذاری. یاسین جان من هم کت آخر آرام شد. آخر مرا به این درد و علم میکشید. من دیوانه میشوم. همه‌تون به خدایت عقل و هوشتون رو به کار برید. یگان کار با داد و فیغان و مشتزنی حل خود رو نمی‌یابد. بچه‌ها شما به اتاقتان روید. بیایید میرویم. با من میرویم. رفتیم. پایشتا بالا میرویم. با تو چی شد؟ هیچ خوبم. یاسین هم حق است. من در این خانه چی میکنم؟ بدانو یک اشاره بس است. آنچه که فکر کردم همون شد. انگشترین رو یافتم و همون زمان به دلم آتش لنگ زد. انگشترینی کی رو یافتید؟ از کی میشد؟ البته از فریده. از کجا یافتید مادر؟ در کنج همون بود. فکر کردم که در جیب ماندم حاضر. کنی با من دید؟ مرحمت گیر. بر وقت فکری از خانه برآمدن رو داشته است. برای همین انگشترینش را برآورده مانده است. از کجا میدونی؟ شاید در حقیقت فراموش کرده است. آقای خیردین شما برای حمایت کردن فریده مرا هم بیعقل میشمارید. همش آشکار است به این هم. اینقدر تصادف میشود مگر؟ خدایا توبه کردم یا پروردگار. نه یگان تصادف نیست. همش معلوم شد. انگشترین را در همان پرتافته است. فریده از روی نقشه‌اش عمل کرده است. مرا آشکارا ترک کرده است. مقصدی رفتن رو داشته است. او را میبستی هم نمی ایستاد. هر دوی شما دیوانه شده اید. 10 سال است که به تو همسری کرده ایستاده است و به تو باشد کلینی. نخود در یک لحظه خدمت‌های 10 ساله را خط زنه. بهترش شما آرام شوید. من هم باور کرده نمیتوانم. ینگم امینه و یاسین رو تنها گذاشته به هیچ کجا نمیرود. از این مکتوب شبهه دارم. برادر مکتوب رو به من دهید. چی کار کرده ایستاده ای؟ تو چی کار کرده ایستاده ای نابکار؟ چی کار میکنی؟ کنی گمزن؟ تو حتی انسان نیستی. اول تو رو باید میکشتم. چرا تو رو اینجا نگاه داشتم؟ کشته نپرتافتم. در یگون چقری پرتافته خلاص میشدم.
تو چرا اینقدر به بیرون نگاه میکنی؟ هیچ، همه خیلی نگاه دارم. شین قهوت رو بینوش، خنک میشود. من باید که برایم. سرازیموار با کجا میروی یاشار؟ یاشار قهوت رو ننوشیده با کجا میروی؟ چرا برای تعقیب کرده ایستاده ای؟ چی دردی داری؟ چی؟ آقای مدحت گفت که تو رو پیگیری بکنم. وزیر میخیل خیز از جایت. بس بدگی بس. لابای اتیلا باز چی میخواهی؟ همین خیلی زنگ زدم. یک آوازت رو شنیدن خواستم. لیلا اگر رود و در اینجا بسرم یکم حادثه رخ دهد باید بگویم که تو و فرزندم رو بسیار دوست می‌دارم. یا توبه اتیلا یگان خواب دیدی مگر؟ تو مرا مسخره کرده ایستاده ای. دوست می‌داشته است. اگر اثرت تیر ببارند پروایی ندارم. با من دیگر زنگ نزن. مرا گوش کن لیلا. زمانه از همه کارهایت پشیمون میگردی. به همه این سخنهایت جواب خواهی داد. فرزندم رو از تو میگیرم. دیگر تنها در شبی خوابت میبینی. کم مانده است آزاد نشوم. الو باز تلفن رو برایم خاموش کرد. من به تو نشان ندهم که اتیلا کی است. نشان ندهم. درون درون احمد. این چه حال است؟ آدمت را برگردوندم آقای مدحت. کنی گبزن کلغبز؟ تو هم از او کمی نداری؟ هیچ گب نه، اما تو نفری رو که برای تعقیب من روان میکنی خوب انتخاب کن. گوش کن، مرا که باور نمیکنی چرا کارم میفرمایی؟ پدرم را، خانوادم را باور نمیکنم و تو را باور کنم؟ من خیری خودم کسی را باور نمیکنم. این را میفهمی؟ گپی مرد یک تا. فردا با علی رفته امانت را میگیری. صبح ساعتی 10 همینجا باش. دیر نکن. چه کار بوده است؟ مرا باز به کدام کاری افلاس همراه میکنید؟ خاموش شو. بسیار سوالنده. کار است. میخواهی که به تو حساباتی هم هرچی میگویم همان را بکن. الو، از شما در کجا بودنی فریده رو پرسیدن میخواستم. شما خبر ندارید؟ 1 ساعت پیش گپ زده بودم باید نزن می آمد اما نه آمد تا زنگ هم نزد. خبر ندارم. الو، یا اینکه باز یگان کاری شده است؟ شرف گپ زن آخر. نه هیچ چیز نشده است. شاید دیرتر آید. الو یاسومان،
سلام. امروز ینگم رو دیده بودی؟ برادرم هم زنگ زد. بعدی از خانه رفتن ینگم از خود بیخود شد. با کجا رفته باشد؟ تو چی فکر داری آسمان؟ آخر ینگم شخصی نزدیک ندارد که به خانه او رفته باشد. مکتوب فرستاده است، مثل که خودش ننوشته باشد، چوپاناک می نماید. مایلش باشد، من باز زنگ میزنم. خودت را احتیاط کن جانم. تو باز دید. مرحمت. چه شد کمیسر؟ رنگت مثل زنجبیل ترش است. نپرسید. بخیر بادا، شب بخیر. التجا میکنم مرا سرده، رحم کن آخر. بهوده امید مبند، دیگر به تو رحم نمیکنم. از اینجا تنها مردت میبروید. اگر جسدت را آدمان سری وقت یابند. ایست نرفت. دو فرزند دارم، آنها خواتر میشوند مگر مادر نیستی؟ همه در غم فرزندی خود است. از تو بر تو و از من بر من عزیز است. نرویست، مرا در این حال تنها نگذار، خواهش میکنم. کودکو به ایست، مادر گفته گریه میکنن. فریده چی حق دارد که با کودکو چنین جور کند؟ همه وقت من میگفتم شخصی که از مادرش مادری نمیبیند مادر نمیشود. مادر چگونه و دختر نمونه. بس است. فریده را گناهکار نکنید. کمی با عقلانه فکر کنید. پدرم راست میگویند. در این حادثه تنها ینگم گناهکار بوده نمیتواند. همه این حادثه هایی که به سر فریده و عائله ما آمد برای همه ما یک امتحان است. هر کس با خواست خودش صبر حادثه را دارد. خودتان را در جای او بمانید. زنی که نسبت خود احترام دارد این حادثه را قبول کرده میتواند. با بالای این در خانه زنی است که از شوهرش حامله شده است. به زخم او نمک پاشیدن چی لازم؟ پدر، پینا را به خانه بیار گفتید آوردیم. عاقبتش را دیدید. اکنون چیکار کنیم؟ هر چه زودتر برای این دختر خانه یابیم و آنجا مسکن گیرد. اگر او را جای نکنیم با کدام روی فریده را به خانه برمیگردانیم؟ آخر من با شما گفتم که بیاید با میمان خانه بریم، اجازت ندادید. باز چیکار کنم؟ فردا صبح یک خانه اجاره برایش میابیم. خانم، تو هم هر چیز زودتر برایش خدمتگار یاب. خدمتگار؟ چه خیلی خدمتگار؟ در همین بپولی به پینار خانم خانه میگیریم و باز خدمتگار میگیریم. آقای خیریدی، عقلتا رو کار فرمایید. پولها رو به این آن صرف کنیم، اولمون چی میشود؟ اینا بیرندر. مادر جان، دیگر چاره نیست. هم پینور و هم ینگم در زیر یک بام بوده نمیتوانند. اگر آمدن ینگم را خواهیم این کار را باید کنیم. لازم شود نمیخوریم نمینوشیم. تنها کلینم به خانه باید بسنده است. در فکر ما نیست. آخر پیسرم پولی نبوده رو کجا صرف میکنیم؟ این کجا میرفته باشد؟ همه بارهایش رو جمع کرده است. کنی بینیم. من میروم. به شما خبر رساندن نمیخواهم. از پشت من شده در این خانه غربت زیاد شد. اگر من بروم شاید فریده برگردد. اگر روی بسیار خوب شد. دخترم تو را در میمان خانه جا میکنم. نمیشود شرف، نمیشود. گوش کن دخترم، برای تو یک خانه و یک خدمتگار میابیم. تا آن وقت در این خانه مهمان هستی. راضی نیستم که روی. آقای خیریدین، انسانی خوب هستید. با اجازت شما من رفتن میخواهم. شما رو بسیار عذاب دادن نمیخواهم. نمیخواهم که به شما باری گران شوم. من حساب خودم رو میابم. بله.
پدر خودش میگوید که چهارم رو میبینم مجبور نکنید. آقای خیردین ماند کی رود؟ دست و پاش با قوت است، معیوب نیست. نمیشود گفتم. دکتر گفت که باید که زیر نظارت باشد. این دختر با این احوال در مهمانخانه تنها نمیایستد. مردانه قول دادم نامرده میشود. آدم حرام باشد هم لفظش باید حلال باشد. تا رفع کمبودی ها همینجا میایستد. جزدانت رو مانا گذشته شد. مایلش چه خیلی که خواهید. خدایا با من کمک کن. گشاده شو. شما حالا هم خواب نکرده. کنی زود به جاگای خوابتون کنی. خوابم ناومد. دراز کش خوابت میوید. کنی زود کنی انا همین طور. تو چی پوشیده دخترم؟ کرده اوچم را پوشیدم. دیدم آن را. برای چی آن را پوشیده؟ اوچم را بسیار یاد کردم. برای همین کرتهشان را پوشیدم. پزمانی بوی مادر. عجب شیرین است بوی مادر. کنی گذار کنی زود انا هم طور خورم. چشمانت رو پوش دعا کن. شما هم دعا کنید بیبی. دعا کنید که اوچم برگردند. مایلش به این هم میکنم پسرم. فریده این کودک ها چی گناه داشتند؟ شو تو را دیگر نبینم. قاتل نیستم من. آدم نمیکشم. Bitirdik sevdayı bir hiç uğruna. Nelerden vazgeçtim senin uğruna. Hayat mı acı
bilmesin acıtan. Yenildim işte gururuma. Sen benimdin yar, sen benimdin yar. Şimdi kim o kadın? алло, салим, дар дастам рақаме ҳаст. онро бояд таҳти назорат қарор бидиҳӣ. менависӣ 05953 16 41 18. ба номи сурма узгур сабт шудааст. ташаккур. ягон чӣ дарёфтӣ хабар деҳ. صبح بخیر. شرف نیست مگر؟ نیست. خانه کو برفته است. یک خانه یا بدن بعد میبینی. با تو روحی سفید به من سلامتی. به من ده کمک میکنم. لازم نیست. او خودش میتواند. بچه ها با مکتب دیر میکنیم. خستیم. رفته جزدانتون رو گیرید. زودتر جا نکنیم. مایلش بیبی جان. تلفن کار میکند. طرز لباس زنی بیزم شرف به این چگونه آلادار شده است؟ گرفته نمیتوانم. یکو چیز باید یابم. خدایا این چی تشویش است در این وقت روز؟ چه حادثه شده باشد؟ آرام باید باشم، توجه نکنند. گوش میکنم. خانم چرا کمر به خطر رو وصل نکرده؟ خوب مایلش در رو وصل میکنم. اکنون میتوانید روید خانم. تشکر. همه جا پر از پلیس. آرام باید باشم.
تو در این حجره چیکار میکنی؟ چرا لباسای دخترم رو میرسی؟ جایم آویزون کنی لباسایم رو نیافتم نوبت خانم. فریده نیست. فکر کردم که هیچ مانع ندارد. به این احمق نظر کن. شرم نکرده برای لباسای جا تیار میکرد کنی کم شب. البته که مانع هستی، البته. لباسهایت رو گرفته به جمدانت گذار. امروز یا فردا جمدانت رو به دستت میدیم و از این خونه دفن شوی. کنی برو از اینجا. من دویم بار تو رو در این حجره نبینم. شرمنده برای لباسهای جا تیار میکرده هستی. شرمنده. نیمش در کجا باشد؟ من در اینجا. خدا را صد بار شکر.